أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرقه‌هایی که بعد از موت جعفر ابن محمد ظاهر شد فتحیه نامیده میشه که قائل به امامت بعد امامت عبدالله فرزند بزرگتر جعفر هستند که اینا رو بهشون میگن فتحیه و اینها از امامت موسی بن جعفر موسی کاظم منتقل شدن به عبدالله. بعد از موسی بن جعفر شیعه یا باندهای مدعی تشیع، این اصطلاح صحیح تره، به 5 گروه تقسیم شدن. هنوز اثناعشری نیستش، هنوز این توطئه تکمیل نشده. به 5 فرقه تقسیم شدن، از جمله قطعیه، اونهایی که گفتن امامت بعد از موسی بن جعفر منقطع شده، تموم شده. گروهی گفتند که موسی بن جعفر اصلا نمرده، اون مهدیه، هر باری پیش میاد و باعث میکرده و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه و وقتی که در زندان هارون رشید بوده نمرده، بلکه فرار کرده و بعد باز میگرده. و اینها میگفتند که امامت در نزد موسی کاظم و بعدم با شمشیر میاد. بعضی گفتن نه، فوت کرده. اینها رو بهش میگن وقفیه.